زنک چی باید خزانگت میزنم تلفن تانو میمرداری؟ بخشش مردک جو نفهمیدم تلفنم در اون خونه در جا خود که استبودم الان خون شدم باور که کلیدور در دوری ماشین ماندم پایان در گفتم بسیم که من خونم برم تینجی باشم الان خون شدم مخی؟ ماشین مخی ماشین تا سوز کردی؟ سوز کردم زنک ماشین هست سوز کردم ای مبارک شما مردک جان رحمت اکمالا گفتی که خونه و چت میبرم تا اکی موز میبری من نصیب گفتم تا یارو نیارو میبرم تا تمام خبی امروز بری مردک خواهی من کلیدور برم بفرم بمانم خیلی نصیب یو میبرم تا خوش مردک جان بر کلیدور تا بفرار بگرد بیا تا تیمیه که من سرم میشم خیلی فسان میکنم با خونه و چه میری مایلش خیلی تبی نگنید تلفن کردم تلفن تا بردو مایل مردک خونه و چه میرم 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 چو کردی زنانه؟ آمدی مردک اومدم این من سر ششتون سر کام میکنم رو با میبندم میری کجا میری؟ هم خیلی مونده شدم باور که زنک هم خیلی مونده شدم ماشینم بودم استاد سوز کردم اینجا بومدم کلیدور اینا بودم جابجا کردم امروز من طرف بودن نمیتونم آخه مردک وعده داده که روز میبرم اپا درست زنک وعده دادم که میبرم امروز مونده بعد چیدم آخه استاد بودم ماشین سوز کردم با کلیدور بودم جابجا کردم همین خیلی مونده شدم زنک باور که امروز بودن نمیتونم امروز نمیبری من خونه و چند؟ نه امروز بودن نمیتونم عمیق نمیبری من مردک عمیق امروز بودن نمیتونم گفتم کو وی بای سرشتگی من چی میشوم؟ الو اکا کجا شدی؟ ساعت 8 شد آخه آماده استی؟ مالا خوب اکا جون مالا خوب خیر هی خیختا با خونه نگی خی ببرو برای خونه بخو بیای خونه ببرو برای برای چی؟ برای چی؟ شبانگیده گپی گفتگی دیو دو دستاین؟ مرا چی گفتی دیو دو دستاین چی گفتی؟ من تا سر خونه رفتم گپی طرف فکر کردم اینقدر وقت بخو بیخی ببرو برای خونه زنجا آخه من شوخی کردم شوخی کردی؟ این گپی تو جای شوخیگی نداره بخو بی بخی ببرو برای من سود از تایرو کدگی مزیمیه آخه در این زمستان من کجا میرم جا ندارم من با ما در فرقش چی جو نداری؟ ما در فرقش چیه؟ بخو بی بخی ببرو برای یه شوخی اینه گوشامو کشیدم دیگه نمیگم آخه بخشش بخی ببرو برای خیلی اینجا گفته استمت را بخشش پرسیدم بخی ببرو برای خیلی برو یه زنجا ما یه خطی تنوی کجا میرم میمرم خنکی دا من کجا میری؟ این قدر من کتی زندگانی کردم در این قدر دوام زندگی نگفتی و همیشه هم مرا گفتی ها؟ یه زنجا آخه کدوم گپی من دیت خافه شدی کدوم گپ در خفه شده؟ همیشه وقتی نگپی گفتگی در تو بزبی این قدر وقت بزب نبودم و اکنام بزب شدم ها؟ من شوخی کردم اینجا شوخیگی نداره بخشش اینجا شوخی نداره بخ خوبی اینه گوشامو کشیدم این یه بار دیگه با گوشامو کشیدم بخشش بپرسم سود آمده است خوزی گپ میزنیم گرده برو گفته استمت را گفتم که بخشش زنجا جای بخشیدن نداره برو تسک برو خوزی گپ میزنیم برو صاحب خونه او صاحب خونه برو السلام علیکم و علیکم با سلام سلام علیکم سوزه نفر سوزه نکن نازکم شما زنگ زدی نفر بابا کجا من زنگ زدم تینجی بخیر اخی اگه تنجی اکا تنجی میبود من خطا زنگ میزدم مقصد کو مرا بفهمونین نقصر بفهمونین روشانتر مرا بفهمونین همیشه وکا گوش ماینه من تو سر خورده برو اما جان دارم کجا میرم در زمستانی خونه ایتری نکه خواهر جان ایتری نکه کلتا کار بفرمون زندگی شیرین تا ویران نکه او با پشیمان میشه با دیر میشه همیق بخشش پرسیدم گوشام هم کشیدم نیده یک بخویده برو اکا گوش کنید ما یادتون میگم این زندگی است در زندگی هر چی چیدنش ممکنه پشیمان میشین گپ بگیرین اینا دینا او گذاری بالا دم رفتم یک کلینچک نه 10 هفته نشد زندگیشون ویران شده همین کاری خوبه همین وقت سگ گودکش سر نمیکنه مالی ما گپ بسیاری بعد نکنه ما گپ گفتگی ما گفتم ما دیگه زندگی نمیکنم یعنی زندگی دیگه نمیکنی نمیخوام کدر نمیکنم نمیخوای خیلی نما گپی گفتگی من پا گفتم ای پیشتون گذاشتم چند تا گودک داری 4 بچه گودکو تا بگی جبیو انا باور که همی بسیار وقت ما همین حالت ها را ما میبینیم همین آدم ها را زندگی زن شوهر جدا میشن
به حد زیغ میشم ده هم خیلی زیغ میشم که باور که انا دیگه هم خیلی مونده میشم همون روز خونه میرم دیگه یکم چیزی دیگه نمیخورم همه آدم باید شکرانه کنه ناشکری نکنه این اکا اکا این 4 تا بچه خسرو داشتن این بچه را خسروگیشون ببین اخی همین زندگی شیرین تونم چی با شما بگیرید تلخ میکنی یکا و اینجا یه تا شایمه او ست دیگه شایمه نیست اکا ما تا شکرگیم راست میگن فهمیدم میشه که این 3 پسری دیگه ای دیگه شتونه نه اکا این ای شای شو یکمای این شاییه ایش ای یکم شوهرتونه انا ایش ای دویم شوهرتونه ای دو تا دیگه شای کیه یگنی این دو تا دیگهش ای خدمای به همینجا میشینی نه کامل جان پایانتر منم ای پایان با خسرو متوا با اوزور هم میفهمیم بیو دیر کدیم چی سر شده سر شده ها بیو اوس نه غلطی اوس بیو نخوک 1 متر موندگی گل زدن نتونیه من خستم کارو بار ما پرتوفتم اومدن فوتبال تماشا ساعت کمترین مخلص شوینه بزن چه خیلی فوتبالیستانی یا من نفهمیدم بیو اوس ممکنه همینجا بشینیم بشینه نه السلام علیکم السلام موزیک های سر شدن نه سر شد نه بکر دیدی کامیل جان نه سر شده هرچی اوسمت کرد کامیل جان با که ما همه گودکی فوتبال دوست میدارم ما همه خمه به فوتبال تصور کردن نمیتونم با ما چی؟ با ما کی بوده مگنه؟ اکو التیماس کمتر پس گپ زنه یکیه بو اپا من مخلص فوتبال های گوش که او نمو رقم 8 دیدی؟ رقمی 8 انمو حالی 17 مینوده گلم میزنم تا کجا میدونه که همون رقمی 8 17 مینوت گل میزنم ما این بازی را دیدگی هم این پافتور را اوف این شوفیور کجا شیده؟ گای قبدگی شکه اوخی گایی 1 مینوت 2 مینوت خیلی شید مشتگیم همینجا کو اکا نمیفره که برای پس کچی به قبدگیش همین اکا ما گفتم که موبایل قشلوق اوستا های که کاری خچکت نگه قبدانش ای گایی میگه برا کاری که ما قد شوفیور گا میزنم راستت میگه اکا کماندی جان خیلی نیم ساعت شده همینجا ایستادگیم خیلی جواب تو بریم اخی نه خیلی عیبی ما ترا کی میگه 60 زیاد های که میدونی که ایجاد باید 60 ممکن نیست زیاد های کنن فهمو شما درست خیلی کردین اینجا نسلیانی پونت های اخی ما ایروی چند آمدیم که ما رو من کردین ما شما را 60 خپیدم رادل قد 60 خپیدم ممکن نیست جورا خیلی کمی دت زیاد بده کماندی جان فرق نداره که قانون های 60 اینجا باید زیاد های کردن در کار نیست بخشی دیگه تکرار نمیشه شما رونالدو همین فقط یک گپ دارین بخشش دیگه تکرار نمیشه کماندیر جواب بده دیگه تکرار نمیشه دیگه گپ ندارین شما ولی مثلا یک جریمه وزنی نکنم انا بودا جریمه را مسپوری انا ممکن عادت کنی با اوسا های کردن تمام اینم که کار التماس ننویسین التماس او کی بودی خیلی تیز بدای کرد دیدی کماندیر جان این اولی ما را ایروی 62 من کنین او ماشینی به ایروی 2 ساعت زیاد رفت و چه او ایرو من نمیکنین گوش که جورا گپا بیسانا که شکرانه که ترا رادار من کدای انا ماشینا یکم درخ من میکنم